تستوسترون داروخونه‌ای یا همون تستوسترون انانتات، یکی از پرمصرف‌ترین و در عین حال ارزان‌ترین تستوسترون‌های داخل ایران هستش. برعکس قیمت ارزونی که داره، خیلی جوابدهی و کارایی بالایی داره، ولی به شرط اینکه بدونین با چیا مصرفش کنید. من قبل از معرفی بگم اگر شما مبتدی هستین، به خاطر عوارضی که داروها داره سعی کنین سمتش نرین و مصرفش نکنین مگر اینکه قصد رقابت داشته باشین. تستوسترون انانتات رو توی دوران حجم میشه با بولدنون و ناندرلون و اوکسیمتولون، همچنین تورینابول و دیانابول مصرفش کرد. توی دوران کات معمولا مصرف نمی‌کنن، ولی خب به خاطر اینکه ارزونه بچه‌ها با رعایت یه سری از نکات و آنتی استروژن ها مصرفش میکنن. البته 10 روز مونده به مسابقه. توی دوران قدرت یا دوران افزایش زور میشه مصرفش کرد با ترمبولان استات، با اوکساندرلون و همچنین هالوتستین. دوز معقول مصرفش حدود 400 الی 700-800 میلی گرم هستش. حداقل دوزش حدود 250 میلی گرم در هفته باید مصرف بشه. حد اکثر دوزش هم که 1000 الی 2000 میلی گرم حرفه‌ای مصرف میکنن که شما اصلا به این دوزا فکرم نکنید. نیمه عمر انانتات هم حدود 5 الی 7 روز هستش.